سلام، روزتون بخیر با بهترین آرزوها برای شما. امروز میخوام در مورد یادگیری سخت‌ترین زبان برای فارسی زبان‌ها با شما صحبت کنم. سخت‌ترین زبان برای ما زبان چینی هستش و حدود 1,200,000,000 نفر به زبان چینی صحبت میکنن که جمعیت 1/5 جهان میشه. 1/5 جمعیت جهان تونستن سخت‌ترین زبان جهان رو یاد بگیرن. دومی زبان ژاپنی هست، خیلی نزدیک به زبان چینی هستش. بیش از 125 میلیون به زبان ژاپنی صحبت میکنن. زبان سوم روسی هستش که گرامر خیلی پیچیده‌ای داره زبان روسی و 150 میلیون، حدود 150 میلیون نفر زبان روسی صحبت میکنن. اگه روسی یاد بگیرید میتونید روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و مغولستان برید و راحت صحبت کنید. زبان چهارم زبان کره است. کره یه زبان مثل جزیره، یعنی اینا از هیچ جا زبانشون رو نگرفتن، به هیچ جا هم زبانشون نزدیک نیست. کره جنوبی و کره شمالی بگیرید. زبان پنجم زبان آلمانی هستش. بسیار گرامر پیچیده‌ای داره که حتی حالا اینا که زبان آلمانی بلدن میدونن سه جنسیتی هستش، کلمات اونجا سه جنسیتی هستن. یکم به انگلیسی نزدیک، خیلی نه، یکم نزدیک 95 میلیون آلمانی صحبت میکنن. تو خود آلمان، اتریش، سوئیس و بلژیک میتونید شما زبان آلمانی صحبت کنید. زبان ششم زبان فرانسوی هستش. واقعا اگه علاقه به هنر، ادبیات معاصر و شعر و دنیای مد دارید، شما میتونید زبان فرانسوی رو یاد بگیرید. واقعا سخته ولی ارزش داره. یعنی اون حالا متون ادبیات رو که حالا به صورت قدیم هستش میتونید خیلی راحت به زبان فرانسوی بخونید. 79 کشور جهان اگر شما فرانسوی بلد باشید میتونید برید اونجا و فرانسوی صحبت کنید. زبان رسمی 29 کشور جهان هستش و 260 میلیون به زبان فرانسوی صحبت میکنن. زبان هفتم پرتغالی، هشتم ایتالیایی و نهم اسپانیایی که اسپانیایی واقعا بهش میگن زبان احساسات، یعنی معروف به این زبان و خب معروف اسپانیایی به زبان موسیقی. کسی نیستش که فکر کنم موسیقی اسپانیایی تا حالا گوش نداده باشه. 329 میلیون به زبان اسپانیایی صحبت میکنن و زبان رسمی 21 کشور جهانه. حالا ما ایرانی زبان‌ها خیلی دوست داریم زبان ترکی رو یاد بگیریم. 40% زبان ترکی ترک استانبولیه و 60% هم لهجه‌های دیگه‌ای دارن. 170 میلیون به زبان ترکی صحبت میکنن و زبان آخر هم عربی هستش که خب تو خاورمیانه و آفریقا زبان منحصر به فردیه، چون اعراب داره، هیچ زبانی تو دنیا اعراب نداره و 300 میلیون به زبان عربی صحبت میکنن. حالا تو کامنت ها بنویسید بعد از زبان انگلیسی دوست دارید چه زبانی رو یاد بگیرید.